خوش اومد به این ویدیو. تو این ویدیو اومدیم داستان زندگی نامه سالی ویلیامز رو برای شما تعریف کنیم. پس بی معطلی بریم سراغ ویدیو. شبی بارونی بود توی یه جنگل و سالی ویلیامز با خانوادهش به خوبی و خوشی زندگی میکردن. سالی ویلیامز تک فرزند بود و یه مادر و یه پدر داشت که همیشه پیش اونا بود. سالی همیشه خوشحال بود و میخندید و مامان باباش خیلی گرم بود. روز که سالی داشت بیرون با دوستاش بازی میکرد، یه ماشین اومد دم درشون وایساد و عموی سالی ویلیامز از ماشین پیاده شد و با کلی خوراکی اومد و سالی هم بدو رفت بغلش و با هم رفتن به مامان باباش سلام کردن و مامان بابای سالی خیلی خوشحال شدن. و اون شب یکی از بهترین روزهای سالی بود، چون عموش اومده بود بعد مدت ها و کلی با هم گفتن و خندیدن تا اینکه شام خوردن و سالی ویلیامز رفت توی اتاقش بخوابه و وقتی که خوابید یه دختر کوچولو رو از بیرون پنجره دید که داره تاب میخوره روی تابش و کل بدنش سیاهه و ازش خونای سیاه میچکه. و وقتی که صبح از خواب بیدار شد خیلی افسرده و ناراحت رفت نشست سر صبحانه و همینجا چند ساعت افسرده و ناراحت بود تا اینکه مامانش شک کرد. گفت چی شده دخترم که اینقدر افسرده ای؟ بعد سالی ویلیامز چیزی نگفت اول، ولی بعد دیگه مجبور شد بگه. گفت مامان من دیشب خوابیده بودم که یه دختر سیاه رنگو دیدم که از پنجره اتاقم اومد تو. اون بهم نزدیک شد، چشاش سیاه بود، بدنش سیاه بود، لباسای پوره داشت، ازش خون میریخت و به من گفت میای با هم بازی کنیم. من اول ترسیدم، به اون هیچی نگفتم. اون دست منو گرفت گفت بیا با هم دیگه بازی کنیم و از اونجا یه حس افسردگی گرفتم، انگار یه ناراحتی و یه ماده سیاه وارد بدنم شده و مامانش گفت بذار بابات بیاد اینو واسه بابات هم تعریف میکنیم و باباش هم اومد و براش تعریف کردن و خیلی اتفاقی عموش هم اینو شنید. و فردای اون روز که سالی از خواب بیدار شد، روز یک شنبه بود و عموی سالی ماشین رو روشن کرد و گفت بیا بریم یه سری خرید واسه مام بابات انجام بدیم و برگردیم. سالی هم با خوشحالی بدو رفت و داشتن میرفتن سمت مغازه و با ماشین که رفتن مغازه رو رد کردن و سالی یکم ترسید، گفت عمو مغازه رو رد کردیم. بعد عموش هیچ نگفته، یکم بعدش گفت بریم یه مغازه بهتر سراغ دارم. بردش توی پارکی که همیشه یک شنبه ها خلوته و اونجا در ماشین رو باز کرد و سالی رو انداخت بیرون و با کمربند شروع کرد به زدنش. وسط جنگل اینقدر زدش تا کشتش سالیو و به سالی گفت تو نباید اون دختر رو میدیدی، ولی چون دیدی نباید تعریف میکردی، الانم که تعریف کردی مجبور بودم بکشمت. و برگشت و مامان باباش شک کردن، گفتن سالی کجاست؟ عموش گفت سالی مونده توی مغازه، الان یکم دیگه میرم دنبالش. چند روز گذشت تا اینکه بعد چند روز یکی از مردم جسد سالی رو پیدا کرد و به پلیسا زنگ زد و پلیسا اونو بردن توی بیمارستان و وقتی که میخواستم ببینن که اونو کشته فهمیدن کار عموش بوده که از اونجا رفته بود. این داستان کاملا واقعی بود و فکر کنم توی انگلیس اتفاق افتاده و تاریخشو نمیدونم. و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.